من دیشب که اومدم خونه برق نبود، توی خونه هم دیدم گرمه، رفتم تو حیاط نشستم، به آسمون نگاه میکردم، دیدم اکثر اسامی که تو آسمونه به نام خانوماست. خورشید، ماه، ستاره، مهتاب، زهره، باران، همه به نام خانوماست. بعد اومدم به دریا فکر کردم، دیدم دریا، مروارید، صدف، مرجان، پری، همه به نام خانوماست. به کوها فکر کردم، دیدم الماس، زمرد، یاقوت، طلا، سیمین، همه باز به نام خانوماست. به گلهای باغچه نگاه کردم، دیدم بنفشه، رز، لادن، شقایق، نیلوفر، همه باز به اسم خانوماست. به دشت نگاه کردم، دیدم آهو، غزال، غزاله، همه به اسم خانوماست. دیدم دنیا هم به اسم خانوماست، گیتی هم به اسم خانوماست. ایران هم که مادر ماست، ایران هم به اسم خانوماست. این سرزمینی که ما در زندگی میکنیم که سرزمین پارسه بوده از قدیم، زیر پای مادرمون ایران خانومه دیگه. مگه نمیگن بهشت زیر پای مادرانه؟ پس وطن ما بهشت روی زمینه، چون زیر پای مادرمون ایرانه.